بگیر با آنها. تکرار بکنم. تکرار آماده هستید؟ بله. چای یا قهوه؟ قهوه. تلویزیون یا اینستاگرام؟ اینستاگرام. کتاب یا فیلم؟ کتاب. شاهنامه یا دیوان حافظ؟ شاهنامه. تنقید یا تعریف؟ تنقید. بزرگترین دستاورد حیاتی شما تا امروز در یک کلمه؟ حقیقت. شهر یا کوهستان؟ شهر. بحرالدین صبور در 3 کلمه؟ صبر، شکر، مهنت. خب عجایب. کلاسیک یا معاصر؟ کلاسیک. شاعر زندگی شما؟ بدرالدین هلالی. راستی تلخ یا دروغ شیرین؟ راستی تلخ. خاموشی یا موسیقی؟ هر دو. در بعض جا خاموشی، در بعض جا موسیقی. خب برای شما خوشبختی چیست با یک کلمه؟ لبخند مادرم. خب احسن به شما. و دوستان عزیز، این بود با کمی سوال خورده که ما همراه بحرالدین صبور، نفری که دل هزاران نفر رو برده است. دوستان عزیز